شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق که پاکسازی آن از حضور جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی ادامه دارد. با وجود مقاومت سخت جنگجویان به نیروهای عراقی میسر شده است این گروه افراطی را در محاصره بگیرند. ژنرال عثمان القلمی رئیس ستاد ارتش عراق میگوید سرنوشت گروه دولت اسلامی دیگر حل شده است. ما حالا 50% قلمرو موصل رو گرفتیم، ولی جنگ ها بسیار سخت است چون دشمن میداند که کاملا محاصره شده است و دیگر از دست نیروهای عراقی فرار کردن نمیتواند. آنها میدانند که اینجا تکیهگاه اساسیشان است، برای همین میخواهند محاصره را رخ نکنند. با قول ژنرال عراقی گروه دولت اسلامی حالا فقط 13.5% قلمرو عراق را در دست دارد و در صورت آزادی این شهر یعنی موصل 12.8% خاک کشور در تصرف داعش میماند. برای محو جنگجویان سنایپرهای عراقی سفربر شدند چون جنگ در شهر سراده میتواند سبب تلف یافتن آدمان بیگناه شود. بعد آزادی موصل نیروهای عراقی کار زیادی دارند که باید در دومین شهر بزرگ عراق انجام دهند. بعد راندن داعش در عملیات ما برای پاکسازی مواد ترکنده، میدانهای جنگ و محو جنگجویان باقی مانده داعش وقت لازم داریم. تصير عندنا بعض الحالات او الخروقات الامنيه البسيطه هنا وهناك. از بیم تلف یافتن مردم ملکی در غربی موصل که این شهر سال 2014 به دست داعش افتاد، ارتش عراق استفاده از اسلحه وزین و هواپیماها در غرب شهر را متوقف کرده است، ولی تاکنون هزاران نفر از ترس جنگ خانه‌هایشان را ترک کردند. بعد شروع عملیات برای آزادی موصل در آخر سال گذشته تاکنون 430,000 نفر در این شهر بیجا شدند.